Bonjour à toutes et à tous. سلام به همگی. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. توی ویدیوی امروزمون خبری از گرامر نیست و قراره چند تا اصطلاح بسیار مهم تو زبان فرانسه رو با هم یاد بگیریم. 3 تا از اون اصطلاحات با فعل مهم avoir ساخته میشه که همتون میشناسید. avoir یک اکسیلیر یا فعل کمکی مهم تو زبان فرانسه است به معنای داشتن. خب اولین اصطلاحی که قراره امروز یاد بگیریم اصطلاح avoir lieu هست که توی انگلیسی معادلش میشه take place or happen. خب به معنای اتفاق افتادن و یا حتی برقرار شدن، برگزار شدن و اینها. خب میریم باش مثال بزنیم ببینیم که چطور ازش استفاده میکنیم. فقط نکته مهم اینه که زمانی که ما اصطلاحی داریم که با فعل avoir ساخته میشه، تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که فعل avoir رو با توجه به سوژه جمله یا فاعل جمله صرف بکنیم، همین، و بعد بقیه جمله رو به دنبالش بسازیم. خب اولین مثالی که میتونیم بزنیم مثلا اینه. Par exemple, la fête de la nouvelle année aura lieu vendredi prochain. La fête de la nouvelle année aura lieu vendredi prochain. که اینجا من فعل avoir رو بردم به زمان futur simple یا آینده نزدیک، چون قراره تو آینده نزدیک جشن سال نو اتفاق بیفته توی جمعه آینده. Ou par exemple, la réunion aura lieu demain. La réunion aura lieu demain. این جلسه فردا برگزار خواهد شد. دوباره من avoir رو بردم به futur simple. حالا مثلا به زمان présent حال هم بخوایم براش یه مثال بزنیم، میتونیم بگیم که le marché a lieu le dimanche. Le marché a lieu le dimanche. یعنی بازار، این بازاره در واقع روزهای یک شنبه برقراره یا اینکه برپا میشه. خب این از اولین اصطلاح بسیار کاربردیمون که avoir lieu بود. یا مثلا اصطلاح بعدی avoir besoin de که بسیار مهم و کاربردیه. avoir besoin de روی هم دیگه در واقع توی انگلیسی ما بهش میگیم to need، احتیاج داشتن یا نیاز داشتن. خب اینم به همین شکل دوباره فعل avoir فقط صرف میشه با توجه به سوژه. par exemple j'ai besoin de ce livre. من به این کتاب احتیاج دارم. یا مثلا nous avons besoin de l'amour. ما به عشق احتیاج داریم. یا مثلا j'ai besoin de toi. من به تو احتیاج دارم. اوکی؟ پس ما میتونیم به این شکل نیازهامون رو بیان بکنیم با این اصطلاح در واقع avoir besoin de. دقت کنید که این دو ازش جدا نیست. این اصطلاح همیشه به همراه پرپوزیسیون دو میاد. و اصطلاح بعدی که دوباره با فعل avoir میتونیم بسازیم avoir l'habitude de هست. avoir l'habitude de به معنای عادت داشتن. عادت داشتن به چیزیه. Par exemple, il avait l'habitude de fumer. من اینجا فعل avoir رو بردم به امپرفه یا ماضی استمراری، به گذشته استمراری، یعنی اون در گذشته همیشه عادت داشته که سیگار بکشه. Il avait l'habitude de fumer. Ou par exemple, elle avait l'habitude de courir tous les matins. Elle avait l'habitude de courir tous les matins. اون خانومه عادت داشته که هر روز صبح بره بدوه. Ou par exemple, j'ai l'habitude de prendre une douche tous les jours. J'ai l'habitude de prendre une douche tous les jours. من عادت دارم هر روز دوش بگیرم. به همین آسونی. در واقع فقط کافیه که ما فعل avoir رو صرف کنیم به اون شخص مورد نظر و زمان مورد نظرمون. یعنی که ما فقط میتونیم فعل avoir رو توی اون temps
و پرسونی که میخوایم، سوژه‌ای که میخوایم تغییرش بدیم. اگه میخوایم در مورد زمان حال صحبت کنیم، آینده و یا گذشته، زمان فعل رو عوض میکنیم. پس این 3 تا اصطلاح خیلی مهم و کاربردی با فعل avoir بود که خیلی به دردتون میخوره. پس من یه اصطلاح دیگه میخوام بهتون یاد بدم. à partir de هست. هیچ ربطی هم به اون 3 تا اصطلاحی که با avoir ساختیم نداره، ولی همینجوری دوست داشتم اینو هم بهتون یاد بدم چون خیلی مهم و کاربردیه. à partir de به معنای از ابتدای، از آغازه. مثلا من میگم à partir du mois de فروردین، à partir du mois de فروردین les jours deviennent plus longs. Les jours deviennent plus longs. از ابتدای فروردین روزها طولانی تر میشن. Ou par exemple, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne me parlez plus. Ne me parlez plus. از امروز به بعد دیگه با من حرف نزنید. دیگه با من صحبت نکنید. این هم یه جور تهدید بود. اوکی. اینم از اصطلاحات امروز، از ویدیوی امروز. مرسی که همراه من بودید. ممنونم که از من حمایت میکنید. مرسی à tous. À très bientôt. Bisous.